ansarkilib.ir تقدیم می کند. باید فیلترها در درون قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی باشد و بگوید نمیبینم. طرف بندازیش تو زندان، بگی توی گاف صندوق نگهش داری، بگین اصلا دزدی نمیکنه، نگاه به نامحرم هم نمیکنه، آی قربون این برم چه پاک. ابن سیرین، اگر ابن سیرین شد، ابن سیرین خیلی خوشگل بوده. یکی از چیزایی که جوان خدا عجیب عطاهای اساسی میده، عطاهای اساسی عجیب غریب میده، گذاشتن از شهوت به خاطر خداست. چون سخته تو جوانی بگی خدا نگاه کن همین الان میتونم این زنا رو انجام بدم، به خاطر تو انجام نمیدم. خدای الان من میتونم، خدای نکرده گناه کبیره خود ارضایی رو بکنم، محرکش هست، خونه هیچ کس نیست، من تحریک هم شدم، به خاطر تو و امام زمان این کارو نمیکنم. همون شب ببین یه چیزی به این میدن یا نمیدن، به فردا یه تغییرات تو وجودش به وجود میدن. همین ابن سیرین خیلی خوشگل بود، شاگرد بزاز بود. یه زنی رفته بود تو کوکه این، یه روز عمدن اومد کلی خرید کرد که منو بردارید بیارید. خیلی خرید کرد، به بزاز گفتش که شاگردت پارچه ها رو برداره برای من بیاره. نقشه کشیده بود از قبل همیشه، با کلفتش هم هماهنگ کرد بود. آورد و این ابن سیرین بهش داد و گفت پولا مثلا اگه میخواد بدی، گفتش که بیا تو خونه بذار. تا آورد گذاشت تو خونه، به کلفتش گفت درو بستن. درو بستن، زن اومد گفت یا با من زنا میکنی یا داد و بیداد را میندازم، من اینجا زن ثروتمندم. همه میگن کار کی بوده؟ کار تو بوده. عین زلیخا و کی؟ یوسف علیه السلام. گفت خدایا این زن زیباست، دل منم کشش داره به سمتش، منتها تو خوشگل تری، تو قشنگ تری، نمیخوام یه کاری کن. یه فکری بزنش رسید. گفت خب باش، این همه اینا داستان و فیلم نداره، بهم میگفتی. گفت من این همه اومدم در مغازه شما به تو چشمک زدم، من ندیدم، سرم پایین بود. گفت خب من برم یه قضای حاجت کنم، دستشویی برم، دستشوییتون معرفی کنم، من در خدمتشم. رفت دستشویی، ببین چیکار کرد، مدفوع خودش رو شروع کرد مالیدن به سر و کلش. اومد جلوی اون زن وایستا، گفت من در خدمتشم. یه نگاهش گفت مرد شورتو ببرن کثافت، برو گم شو بیرون. اومد بیرون. ابن سیرین میگه از در آمدم بیرون، یک سنگینی در سینم احساس کردم. با علم تعبیر خواب بود. چقدر جالب، حضرت یوسف هم چه علمی داره؟ تعبیر خواب. خیلی جالبه. آیا ربطی داره بین این؟ رجب الخیاط همینطوری چیز شده ها، همینطوری. من سخنرانی کشور خودم میشناسم، خیلی خوب میشناسم، که میدونم اگر داده بهش داده شد از طریق همین میگفته. من بودم که از دخترای اقوام به من تقاضای زنا داد، هیچ کس نبود، من تو خونه رو تنها تا 5-6 ساعت هم دیگه به درمادرش دار نمیداشتم. میگه نزدیک شدم بهش، تا 1 سانتیش نزدیک شدم. گفتم یا امام زمان فقط به خاطر تو. یه برگشتم اومدم و ببینم سخنرانی شدم. بهش دادن گفتن باید شد برو از ما اهل بیت بکن، برو بگو از ما اهل بیت. مرد گفتن ما اهل بیت داده میگذاشت تو کلام بود. اینجوری عزیزم اگر قرار جامعه ای با 4 شبکه ماهواره موتورش بیاد پایین، بذار بیاد پایین. اگر قرار با یه قرار کردن تمام جامعه بریزن، بذار بریزن. این جامعه لیاقت مهدی و فاطمه رو ندارن. خدا شاهده، مهدی عزیز است به هر کس ندهندش، پر طاووس به کرکس ندهندش. آدم گناه، کسی که آقا میخواد بره گوششو بذاره تو دهن شیطون، VOA Voice of America، صدای آمریکا، میخواد گوششو بذاره تو دهن آمریکا گوش کنه، بذار بره گوش کنه و بریزه. میخواد، اجبارش کردن.